سلام چطوری؟ چه خبره بچه؟ ما امروز بستنی آرامس خرسی داریم و قرار که با هم تستش کنیم. من این بستنی تو اینستا دیده بودم، تو یوتیوب خیلی تست کرده بودن و منم دیگه خریدمش، گفتم که با هم تستش کنیم. بودم فرستیم اکثرش این بود و این شکلیه دیگه، خیلی خوبه. خیلی مزه دارم خیلی میدم، خیلی خیلی زیاد مزه آرامس خرسی میده. قیمتشو نمیدونم چند بود، قیمتش 40,000 تومنه و به نظرم که خیلی خوشمزه بود. به نظرم که میارزه برای تست کردنش و حتی برای خریدنش هم میارزه، چون خیلی خوشمزه بود. من دوست داشتم. شما میتونید بخرید و بخورید. بای بای.